اگه تا حالا تو دل جنگل صدای تیز و بلند و ناگهانی شنیده باشین که 2 بار تکرار میشه و بعدش سکوت، احتمالاً با نره یکی از همین نرا روبرو شدید. صدایی که همیشه همراه میشه با بالکوبی کوبشی محکم، درست مثل صدای یه تبل. ولی این صدا فقط یه اعلام حضور ساده نیست. این صدا برای نرای دیگه یه هشدار جدیه، اما همزمان برای ماده ها هم یه جور معرفی نامه است، یه نوع آگهی از قدرت ژنتیکیش. نری که صداش قوی تره، تکراراش منظم تره و توی روز بیشتر صداش شنیده میشه و شانس بیشتری داره برای جلب توجه ماده ها. و این دقیقاً همون جاییه که انتخاب طبیعی وارد ماجرا میشه. ماده ها نری رو انتخاب میکنن که به وضوح سالمتر و قوی تره و احتمال بیشتری وجود داره که بتونه ژنای خوبی به نسل بعدی منتقل کنه. و نکته جالب ماجرا اینه که صدای قرقاولای خزری معمولاً خشن‌تر و تو دماغی‌تر از بقیه نژادهای آسیایی و اروپایی. باید بدونید بالکوبی‌ها هم بی‌دلیل نیستن. اون ضربه‌های ناگهانی درست مثل یه طبل اعلام جنگه. هم توجه ماده‌ها رو جلب میکنه، هم نرای دیگر رو به رقابت دعوت میکنه. در نهایت نری که بیشتر صدا میده و بیشتر بالکوبی